اینجا مزار یکی از امرای ارتش ایران و یکی از شخصیت‌های بزرگی که در زمان خودش به عنوان قهرمان از او یاد می‌شد، کسی که در نیروی هوایی تونست اقدامات بزرگی رو انجام بده و نه تنها خودش یکی از بهترین خلبان‌های بین المللی بود، بلکه اون گروه پروازی هم که تشکیل داد توی مسابقات جهانی مقام اول رو کسب کرد. چیزی که جای تأسف داره این هست که یکی از امرای ارتش که هواپیما زیر پاش بود و خیلی راحت میتونست از کشور خارج بشه اما نرفت. حتی وقتی که شاه از ایران رفت بهش گفتن که رئیست هم از ایران رفت دیگه، تو برو. ایشون گفته بود که من متعلق به این خاک هستم، جرمی مرتکب نشدم که بخوام ایران رو ترک بکنم و تا لحظه آخر هم در ایران باقی خواهم موند. هر چی که اون دانسته های فقهی خودم رو مرور میکنم، عنوانی که بشه یک انسان رشیدی مثل ایشون رو اعدام کرد پیدا نمیکنم. ایشون اگر قتل نفس کرده بود و شاکی خصوصی داشت و بحثی نیست. اگر ایشون به طور مشخص دستور تیر داده بود، اگر به طور مشخص مثلا فرض کنید با هواپیما رو مردم بمب ریخته بود، حرفی نیست. اگر ایشون واقعا کودتا کرده بود، باز حرفی نیست. اما چیزی که ما رو اذیت میکنه این هست که الان بر مزار مرد بزرگی ایستادیم که دلیل روشنی برای اعدام او پیدا نمی‌کنیم. شما مقایسه کنید رفتار پیامبر رو که پیامبر حتی ابو سفیان رو که سلسله جنبان تمام جنگ‌ها و توطئه‌ها علیهش بود رو بخشید، هند جگرخوار رو بخشید، اون غلامی که عموی پیامبر حمزه رو کشته بود او رو بخشید، همه رو بخشید پیامبر. ولی ما به امرای ارتش خودمون رحم نکردیم، اونم امرایی که خدمت کرده بودن، عزت بودن برای کشورمون و این واقعا مایه سرفکندگیه. من به نوبه خودم اینجا اومدم تا عرض ادب بکنم به این مرد بزرگ و اظهار تأسفم رو از این اتفاق وحشتناک که رخ داده اعلام بکنم. سلام و درود خدا بر نادر جهانبانی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. بسم الله الرحمن الرحیم.